این میگن ساتر کباب 900 گرم گوشت که اینجوری میاد روی برنج. جدیدترین کباب که تو ایران پیدا نمی‌کنی. 900 گرم کباب. یکم باید ملایم صاف و سوتش کنم. کامل اینا رشته‌ای اصلا جدا می‌کنی. کباب که خواهیم زد 900 گرمه از 3 تکه تشکیل شده به شکل مدور. سعی میکنیم هنرمندانه عمل کنیم. چه شبه ببین چی شد. کباب خاص آقا طاهر. چی؟ ساتر کباب جدیدترین کباب که تو ایران پیدا نمی‌کنی. 900 گرم کباب. آقا این کباب چجوری پخت؟ مثلا این برنج آمریکاست. آمریکاست داره؟ حتی آلمانی هم میشه محسوبش. این از کباب دوروی این هم ساتر کباب جدید اصیل تبریز. سلامت باشی، خیلی ممنون. به این کباب میگن ساتر کباب. یه کباب آبدار با حال من 900 گرم به این صورت میاد روی برنج. فقط نگاه کن چجوری پخته، اینجوری رشته‌ای باز میشه. داریم مگه یه چنین کبابی؟ اینجوری آب کباب باید بدید رو کباب. اینجا چلی کباب اصیل تبریز. آدرس رو به من میگی؟ شهرک غرب، سعادت آباد، بولوار دریای غربی، خب تقاطع فرهزاد و پاک نژاد. قربونت برم. بیا اینجا کباب درجه 1 بزن.